کامل انجام بشه، چون آهنگ لطیفیه. باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابن. همونطور که میدونی تو کنسرت های من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. اینه که داد نزن، بعضی شاید خواب باشن. یه لحظه ببین این آهنگ مادر میاد اینجوری باید اجرا بکنی ابی جون. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. یه لطیف خون دیگه داریم بین خواننده های ایرانی عزیز ما، فرامرز اصلانی. فرامرز اصلانی اگه این آهنگو قرار بود بخونه اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. استاد حسن شماعی زاده اگه قرار بود بخونه به سبک خودش میخوند. میگم مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. میخواد چیکار کنه، باز آسمون رو تار کنه. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد مادر میاد مادر میاد مادر میاد. حالا اگه معین عزیز قرار بود این آهنگو بخونه، اصلا به سبکش ربط نداره. معین جان قربونت، کجا نشستی؟ همین دور و بر دیدمش یه جا. معین عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند، به سبکش اصلا ربط نداره، اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، مثل رویای تو خوابه. حالا اندی عزیز دیدیم خیلی کم آهنگ آروم بخونه. اندی اگه میخواست بخونه اینجوری میشد: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق روحی. اگه این آهنگو میدادیم دست خدا رحمتش کنه فریدون فروغی، اگه فریدون فروغی زنده بود، اونم به سبکش نمیخورد این آهنگ، ولی اگه زنده بود خدا بیامرز فریدون فروغی و این آهنگو میدادم بهش، اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. ماهی خسته من بذار تو دریا بمونه. مرسی. اگه خدا رحمتش کنه باز فرهاد عزیز، فرهاد اگه زنده بود این آهنگو میدادم بهش، اینجوری میخوند:
ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. گنجشکک اشی مشی. روشون شاد. این آهنگ اگه میدادیم به ستار عزیز، I love his voice. ستار عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند: همسفر مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. همسفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم. سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. مرسی. اگه ویگن زنده بود، ویگن این آهنگو اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون. اصلا مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. آخریش هم میدیم دست شهرام شپره که اصلا به سبکش ربط نداره. شهرام شپره: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. ماهو بذارم تو چشات جایی که ستاره داری، منی که واسط میمیرم و کاری بام نداری. آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن منی که واسط میمیرم. آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن من که واسه همتون میمیرم. خب قربون همگی شما برم. مرسی. Thank you. به افتخار یکی از صداهای خوب باز مملکتمون، همه صداهامون که داریم تو همه خواننده‌مون صداشون اگه خوب نبودن خواننده نمی‌شدن. شاهگل موزیک ایران شهرام سولتی به افتخارش. نمیدونم چی باید بود از اون حرفای شیرین